سلام برای بکسی گل، حال دلتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو جدید خیلی خفن آنباکسینگ داریم. بچه دیگه من ذوق دارم، نمیدونم صحبه لایک کامنت خودتون بذارید دیگه داداشامه، بهتون 100 تومن میدم. آقا آنباکس داریم از سایت آنتنوب. خدا وکیلی بنازم یه محصول داریم. چه محصول خیلی باز کردیم. بیاین بچه فکر کردیم از این نمشه هست. یکم در آوردنش یکم به جول ماتورشا ایمال است. باز چون تگه بده بزنیم داداش بده بزنیم. از برند ممو مدل DLA 7 یه فن خنک کننده رادیاتی داریم. رادیاتوری بنازم دیگه، ببینیم چی کار میکنه. بچه یه دونه گیم پلی میزنم آخر ویدیو با این گوشی که بزنیم ببینیم چی میشه. بریم ببینیم چی میشه. به اوف. خب اینم میندازیم میره بذار یکم. خب بچه باید اینو حفظ ببین، از هر صفحش اسکرین شات بگیرین. ازتون امتحان میگیرم، به خدا راست میگم جون. و گفتم دیگه خودشم نمیدونم چینی ژاپنی هر چیه باید حفظ کن. من نمیدونم، فرد امتحانه دیگه، باید خوب حفظ کنی. اینم تایپ سیه بنازم حاجی، تایپ سیه بچه اینو باید با آداپتور 10 واتی با شارژ کنی. این البته 20 واتیه ولی اشکال نداره. رفتم تحقیق کردم اینا هم اشکال نداره. این مال گوشی قبلی شیائومی ردمی نوت 7 بود فکر کنم، مال اون بود 20 واته. اینا اوکیه. بیایم بادبانا رو بچشی. نمیچشه چشیدی کار خدا رو ببین حاجی. آلریدی پشتش سرده. What the fuck؟ زوم بین حاجی تو ویدیو زیاد معلوم نبود، اینجا پشتش یه جوریه. این آزم او دوتا مده. این فکر کنم آفشه، این آنشه، اینم توربوشه. پایینش گیره پایینش حرکت نمیکنه، بالاش حرکت میکنه. اینجا هم تایپ سی شو داره. چی میگن؟ درگاه میگن؟ چی میگن؟ سه دو پشمام حاجی نزده پشتش داره. بایستی بچه این توربوشه چون صداش هم زیاده توی معلومه که زیاد میچرخه. آخری هم فکر کنم نرمالشه ولی خوبه ها حاجی، خیلی خوب پشتش سرد شد اصلا ببینی معلومه، میبینی فوری عرق کرد. ببینید یه چیزی هم که داره رو حالت عادی نورش کمه. نگاه کنید یکم دقت کنید، وقتی میزنم توربو نورش زیاد میشه. خیلی کم صدا، نمیدونم صدا میفته یا نه، صدای خیلی کمی داره. اصلا پشتش افتضاح سرد. یعنی من اگه از اون کیسه ها میذارن رو در زخمینا، اونا در این هم سرد نمیشن حاجی. این ببین چه پشمام حاجی، واقعا میارزه. من چند نفر گفته بودن نه حاجی نمیارزه نخر، ولی واقعا میارزه. ای کاش من اینو قبلا گرفتم. خیلی خوب، بریم اینو بس کنیم یه گوشی ببینیم چی میشه.
خب بچه این بعد گیمه. خب فنو وصل کردم، بازی کردم، یه بذار خاموشش کنم. در این حد خوب بود این عمل کردش که ببینید عرق کرده، آب مونده روش، میبینید واقعا خوب بود، خیلی دوست داشتم. فقط یه چند تا نقطه قبل اینکه اینو بزنید بازی کنید، قبل 15 دقیقه 20 دقیقه اینو بزنید رو گوشیتون رو قشنگ سرد کنید. حتی یخم بذارید رو گوشی، حداقل 5 دقیقه زمان میبره که این گوشی سرد بشه، سی‌پی‌یوش سرد بشه. برای همین 15 دقیقه 20 دقیقه بذارید این گوشی قشنگ سرد میکنه. دیدیم دیگه در چه حدی داره این سرد میکنه. نکته بعدی اینه که بچه‌ها وقتی بازی میکنید، اگه گوشیتون مثل گوشی من خیلی بد دست باشه، مثلا اونجایی که این باید وصل میشد اونجاش نه صدا کم کنی یا بود، مثلا نمیشد اونجا وصل کرد، مجبور بودم یا خیلی اینورتر بزنم که از گوشی خارج نشه، این طرفترم که میزدم که رو سی پی یو نمیافتاد. برای همین بهتر که بزنید وسط گوشی. چرا؟ چون اگه بزنید مثلا اینورتر یا اینورتر، نمیدونم که چه دارم بود میدم، مثلا فرض کنید این گوشیه، خب این طرف دیگه آخر گوشی دیگه، سمت مثلا چپ راست گوشی، شما اگه اینجا وصل کنید، اینجا مثلا دوربینا هست، صدا دکمه صدا کم کن، صدا زیاد، صدا دکمه ها که اینجاست، این میفته رو اینا، شروور میشه بازی، صدا کم میشه، زیاد میشه، اینجور چیزا کم بیفته. یه چیزی دیگه ای که هست، به هیچ عنوان وقتی بازی میکنید مثلا اینجوری که گوشی رو گرفتید دستتون نذارید اینجا آقا، خیلی بد داره بادو میکشه. خب اگه شما اینجوری بذارید اینجا بازی کنید، به مرور زمان این آسیب میبینید، به حد کافی این شروراش جلوی فنا گرفتن دیگه، شما اینجوری بگیرین دیگه فنا میره. ولی در کل بچه خیلی خوب بود، به قیمتی که داره واقعا خیلی خوبه. همچین عمل کردی از این انتظار نداشتم، واقعا خوب بود. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت ازتون نره دیگه، کامنت بزنید ببینیم نظرتون در مورد این فن چیه. اونایی که هم دارن حتما کامنت بذارن ببینید عملکردشون به مرور زمان چجوریه. حتما انصاف کنید، سریع بشید، سریع بریم سراغ مرچو رو شروع کنیم و بریم جلو. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. خود بعد پیس.